خلاصه کتاب قلعه حیوانات. حیوانات مزرعه مانور به رهبری خوک‌هایی چون خوک پیر، میجر که رویای جهانی آری از انسانها را مطرح می‌کند، علیه صاحب مزرعه آقای جونز شورش کرده و او را بیرون می‌کنند. آنها مزرعه را به نام قلعه حیوانات تغییر می‌دهند و برابری مطلق را هدف قرار می‌دهند. حیوانات 7 فرمان را بر دیوار انبار می‌نویسند که مهمترین آنها این است: هر آنچه روی 2 پا راه می‌رود دشمن است و هر آنچه روی 4 پا راه می‌رود یا بال دارد دوست است. شعار اصلی این است: 4 پا خوب، 2 پا بد. خوک‌ها به ویژه ناپلئون و اسنوبال رهبری را در دست می‌گیرند. ناپلئون با استفاده از سگ‌هایی که از کودکی تربیت کرده، اسنوبال رقیب اصلی خود و مبتکر آسیاب بادی را به زور از مزرعه بیرون کرده و دیکتاتوری خود را آغاز می‌کند. ناپلئون از خوک سخنور اسکوئیلر برای توجیه تغییرات و دروغ پردازی استفاده می کند. او هر چیز اشتباهی را به اسنوبال تبعید شده نسبت می دهد و با ایجاد ترس و تغییر تدریجی قوانین قدرت خود را تثبیت می کند. فرمانها به تدریج تغییر می کنند. مثل همه حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند. حیوانات دیگر به ویژه اسب سخت‌کوشی به نام باکسر با اعتقاد راسخ به خوک‌ها و شعار من بیشتر کار خواهم کرد، تحت رژیم سختگیرانه ناپلئون به کار ادامه می‌دهند. آنها هرگز متوجه تحریف‌ها نمی‌شوند و به رژیم اعتماد دارند. خوک‌ها به تدریج شروع به نادیده گرفتن فرمانها می‌کنند. آنها در خانه مزرعه زندگی کرده، با انسان‌ها معامله می‌کنند و روی 2 پا راه می‌روند. این اعمال نشان دهنده سقوط کامل به همان روش‌هایی است که در ابتدا علیه آنها شورش کرده بودند. در پایان خوک‌ها یک مهمانی با کشاورزان همسایه برگزار می‌کنند. حیوانات بیرون از پنجره نگاه می‌کنند و نمی‌توانند تشخیص دهند که کدام خوک است و کدام انسان. چرخه ستم تکرار شده و حیوانیت به همان استبدادی تبدیل شده که قرار بود آن را از بین ببرد.